دوستان گرامی، درود بر شما. این ویدیو کوتاه فقط در مورد کانال هستش که اینو اگه لطف کنید با دوستاتون به اشتراک بذارید که همه بدونن که چجوری وارد این کانال بشن و این کانال رو دنبال بکنن. و من هدف از این کانالم اینجا توضیح میدم براتون که در واقع این کانال، قبل از اینکه هدف رو بگم اینو خدمتتون عرض کنم که این کانال در واقع ادامه کانال های سرباز گمنام میهن که مال بیشتر از 5 سال پیش بود که با اون کار میکردیم تا چند سال و به دلیل اینکه رژیم خیلی وحشت زیادی از اون داشت بارها و بارها مورد حمله قرار گرفت و ما اونو تغییر دادیم به ایرانیان که ایرانیان تا پارسال هم بود. بعد از این فروکش انقلاب ما دیگه اینو ادامه ندادیم. هنوز هست، هنوزم توی یوتیوب کانال ایرانیان رو میتونید ببینید، ولی چیزی در حدود 1200-1300 نفرم احتمالاً چیز داره، یادم نیست الان، ولی در اون حدود سابسکرایبر داره. ولی ما چون میخوایم که کانال های، یعنی در تمام پلتفرم ها، کانال یوتیوب و پیج هامون در پلتفرم های مختلف یک اسم باشه و ما اسم رو تغییر دادیم به ژیناز که در واقع از ترکیب ژینا، سمبل انقلاب ایران، و زن زندگی آزادی، این واژه رو درست کردیم و این برنامه‌ای هستش برای آینده سازان ایران نوین، زادمان جوان، که بتونیم موج سوم انقلاب رو هر چه زودتر بتونیم اینو جا بندازیم و مردم رو ترغیب بکنیم به اینکه با یک ذهن باز این موج سوم رو ما شروع بکنیم و سریع هم به پایان برسونیم، چون واقعا الان وقتشه و ما باید این کار رو انجام بدیم. البته با کمک همه شما عزیزان. اگه همیاری شما نباشه خب مسلما ما هم نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. بنابراین به کمک شما شدیداً نیاز داریم که این کانال رو معرفی بکنید، سابسکرایب بکنید توی یوتیوب و در پلتفرم های مختلف فالو بکنید و به افراد خانواده و فامیل و دوستاتون معرفیش بکنید. بعد من اینو فقط سریع توضیح بدم خدمت شما عزیزان که مثلا توی یوتیوب که میرید شما فقط به این ترتیب سرچ بکنید برای ژیناز ایرانی، JINAZIRANI. خب ژیناز ایرانی سرچ بکنید. دکمه سرچ رو که بزنید، اینجا رو که بزنید انتر کنید، بعد شما این صفحه رو میبینید که این صفحه کانال یوتیوبی ماست که اینجا میتونید سابسکرایب کنید، یا اینکه زیر هر ویدیویی که شما میبینید سابسکرایب هستش، شما همینو کلیک که بکنید، بعد اون زنگوله به اصطلاح نوتیس هم بزنید، نوتیفیکیشن، دیگه هر ویدیویی که ما آپلود بکنیم میاد براتون. چون مطمئنم یه سری از ویدیوها، از جمله مثلا همین موج سوم و آمادگی برای به پیروزی رساندن انقلاب زن زندگی آزادی، اکثر شماهایی که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید این رو ندیدید. و همینطور این مسئله رهبری رو چگونه حل کنیم، اینو مطمئنم بیشتر شما ندیدید، چون اینو ما اوائل گذاشتیم که کانال رو شروع کردیم چیز در حدود 10-12 روز قبل و مطمئنم که شما ندیدید، چون بیشتر شماها ویدیوهای بعد از ویدیو سوم رو دیدید و نگاه میکنید. بنابراین خیلی مهمه که اینو وارد این کانال بشید. بعد این که اومد، این صفحه که اومد، شما همینجا این عکس ژینا و این لوگو و آرم کانال رو که کلیک بکنید، بعد این کانال باز میشه، کانال ژیناز. میبینید که مثلا این ویدیوهایی که تازه آپلود کردیم توی سیستم و همچنین ویدیوهای قبلی رو شما میتونید ببینید. این مثلا
موج سوم که دومین ویدیو بعد از معرفی برنامه دومین ویدیو بود. بعد مسئله رهبری رو چگونه حل کنیم ویدیو سوم بود و بقیه ویدیو. خب این از یوتیوب. بعد توی اینستاگرام هم به همین ترتیب شما سیرچ اینستاگرام رو که بزنید فقط وارد کنید ژیناز ایرانی، بعد کلیک که بکنید میاد اینجوری این صفحه میاد، اینو که کلیک بکنید وارد پیج میشید و پیج اینستاگرامی ما رو شما میتونید دنبال بکنید، فالو بکنید و بقیه هم ترغیب بکنید که فالو کنن. به این ترتیب شما میتونید در اینستاگرام و همچنین در تلگرام به همین ترتیب ژیناز رو که بزنید، ژیناز ایرانی، ببین ژیناز ایرانی من اینجا زدم، بعد میاد کانال ژیناز میاد که اونم کلیک میکنید و اونو فالو بکنید. توی توییتر هم یا اکس به همین ترتیب. ما بیشتر روی یوتیوب نیرو گذاشتیم اون هفته اول، ولی بعداً توی اینستاگرام و تلگرام هم فعال شدیم و بعداً هم توی اکس یا توییتر سابق که اینجا میتونید فالو بکنید و در اینجا البته در آینده ما اون برنامه توییتر اسمش چیه؟ سپیس که هستش، سپیس اکس، اونجا چیز میکنیم. البته اکس سپیس میشه سپیس اکس که برنامه موشکیه، ولی در اکس که برید در توییتر سابق بعد سپیس یا همون توییتر سپیس که قبلا بود در اون برنامه زنده اجرا خواهیم کرد در آینده، اما به شرط این که ما بتونیم تعداد زیادی فالوور داشته باشیم که بتونیم این برنامه ها رو اجرا بکنیم. بعد اینم که همون سلاید اوله که ژیناز هستش و هدف از این برنامه هم براتون توضیح دادم، این که ما از طریق برنامه هایی که در مورد ذهن و مغز شما هستش و به شما کمک میکنه که در زندگی شخصی، خانوادگی و زندگی حرفه‌ای و کاری خودتون موفق باشید، در ضمن در زندگی مبارزاتی موفق باشید و بتونیم همه با هم ایران رو از چنگال این خوناشامان رها بکنیم و یک ایرانی نو بنیانگذاری بکنیم که شماها، هر کدوم از شماهایی که دارید گوش میدی و فعال هستید و بقیه رو دعوت میکنید، شما یکی از اون رهبران میشید که آینده ایران واقعا به شما نیاز داره. شما ایران آینده رو درست میکنید، شما تشکیل میدید، شما بنیانگذاری میکنید این ایران نوین رو. شما در قسمت‌های مختلف این کشور و این مرز و بوم و این سرزمین تاریخی شما مسئول خواهید بود در قسمت‌های مختلف، در راده‌های مختلف. بنابراین رهبران آینده کشور شما هستید و اگه با هم همه کار بکنیم خیلی سریع، باور کنید خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرشو میکنید ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و اگه با هم همکاری بکنیم مطمئن باشید که آزادی نزدیکه و آینده هم بسیار روشنه. سپاسگزارم از توجهتون. نمیخوام بیشتر از این ویدیو طولانی بشه، میخواستم فقط ظرف چند دقیقه این چیزا رو خدمتون عرض کنم و خواهش بکنم که هم سابسکرایب کنید توی کانال و هم این ویدیو رو به همه بفرستید، لینکش رو بفرستید به دوستاتون که ببینن و اونها هم پیج های ما رو فالو بکنن و کانال یوتیوبی ما رو هم سابسکرایب کنن و عضو بشن که ما بتونیم بیشتر و بیشتر صدامون رو به تعداد خیلی زیادی از جوانای میهنمون برسونیم، مانند زمان سرباز گمنام میهن که خیلی خیلی زیاد بود تعداد سابسکرایبرها و هم تعداد فالوورها در تلگرام، مخصوصا اون زمان بیشتر توی تلگرام کار میکردیم و بعد از اونم که ایرانیان اونم نسبتا زیاد بود و الانم که این کانال به همت شما و با یاری شما حتما میتونیم این کار رو انجام بدیم و به اون تعداد سابسکرایبر و فالووری که در زمان سرباز گمنام میهن داشتیم برسیم که بتونیم واقعا مؤثر باشیم در جامعه. سپاسگزارم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.